фаришта маҳз неъмати бебаҳо истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки ҳамаи соҳаҳои кишвар сол то сол рушд меёбад. Хусусан соҳаи маориф ва илми кишвар яке аз он соҳаҳое аст ки бо ташаббусҳо ва сиёсати хирадмандона ва маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат сол то сол рушд меёбад ки ин аз сиёсати кушодро пеша гирифтани Тоҷикистон гувоҳ медиҳад. Бале воқеан ҳам дуруст аст. Маҳз ана ҳамин истиқлоли комил аст, сулҳу суботи ватани нозанин аст ки имрӯз равобити Тоҷикистон бо давлатҳои хориҷа зиёд гардида истодааст ва ана ҳамин пешравию дастгириҳои ҳукумати мамлакат, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки имрӯз ҷавонони тоҷик метавонанд дар хориҷ аз кишвар таҳсил илм намоянд ва ҳамзамон ҷавонони хориҷ аз кишвар метавонанд дар Тоҷикистон омода дар донишгоҳҳои олии кишвар таҳсил илм намоянд, илм омӯзанд ва ба халқу ватани хеш хизмат намоянд. бале ҷавонони мо бо таҳсил карданашон дар давлатҳои хориҷӣ ва аз кишварҳои гуногуни ҷаҳон ба Тоҷикистон омадани ҷавонон барои илмомӯзӣ, барои ҷаҳонбинӣ ва омӯхтани илмҳои замони муосир, хусусан забондонии ҷавонон ва пеш рафтани соҳаи илми Тоҷикистон бениҳоят хуб аст. Бале ва бояд ҳаминро қайд кард ки маҳз ана ҳамин таҳсили донишҷӯёни тоҷик дар хориҷ аз кишвар ва ҳамзамон омада таҳсил намудани ҷавонони хориҷӣ дар ҳудуди Тоҷикистони нозанин метавонад ки боз ҳам ана ҳамон равобит ва дӯстии Тоҷикистонро бо давлатҳои хориҷа зиёд гардонад. Ва бинандагони азиз, дар барномаи ҷашни субҳи Тоҷикистон инҷо ҳузур доранд як қатор ҷавонони хориҷӣ аз давлатҳои Афғонистон, Эрон, Арабистон, Ҳиндустон, Покистон, Яман, Судан ва Африқо. Шуморо ба барномаи субҳи Тоҷикистон хушомадед мегӯем. мехостем назари шуморо вобаста ба тӯли солҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил мекунед дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино дониста бошем. با سلام و خسته نباشید خدمت شما حضار محترم. ما آقاجان جهانگیری از افغانستان. راستی گپ ما با شنیدن پیام صلح جناب عالی مقام معظم راهبریت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان که پیامشون علم، دوستی، صمیمیت و پیشرفت بود. این پیام شنیده آمدم برای تحصیل در تاجیکستان و امیدوارم که بتونم این پیام با کشور خودم و سایر کشورها بتونم برده. یعنی بتونم که این پیام بدون هیچ عیب و نقصی به دیگر دولت‌ها هم انتقال یابم و میدونیم که ایشان خدمت‌های بسیاری کردن در خصوصی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا که یکی از خدمت‌های ایشان این بودند که ما را در یک فضای صلح و آرامش و پر از امنیت مورد تعلیم و تحصیل و تربیت قرار دادند. خب سربلند باشید. باری اول چون شما به تاجیکستان آمدید چی احساسی شما رو فرا گرفت؟ مردم تاجیک شما رو چگونه استقبال گرفتند؟ راستی گپ تلاش بسیار کردم که یک کلمه بیاورم در وصف سوال شما، اما متاسفانه کلمات ما بسیار عاجزانه هستند در وصف این مردم و در وصف این خاک. فقط گفتم میتونم که این مردم و این خاک خانه دیرینه ماست. با اندیشه شما روند علم آموزی در دانشگاه‌های عالی تاجیکستان در کدام سطح قرار دارد؟ با توجه به معیارهای بین‌المللی و سطح جهانی این دانشگاه در یکی از سطح معیاری و بین‌المللی سایر دولت‌ها نیز هست. از جمله می‌بینید که دولت‌های دیگری که در سطح آسیای میانه که حرف اول پزشکی را میزنن یا حرف اول طبی را میزنن از دولت هندوستان میباشند که سالانه حدود 1300 تا 1200 دانشجوی خودشون را روی تاجیکستان میکنند و این یک پیام بسیار روشنی است برای کل جهان که بفهمند که در حقیقت تاجیکستان یک رقابت داره با سایر دانشگاه‌های طبی جهان. بله تشکر زیاد. فرشته محض ملت تاجیک ملت علم دوست و کتابخوان بودن گذشتگان ما است که اثبات این گفته ها با جهانیان معرفی گردیدن عالمان و نابغگان و فرزندان ملت تاجیک از قبیل ابوعلی ابن سینا است و امروز دانشجویان و جوانان کشورهای گوناگون با جمهوری تاجیکستان محض برای آموختن کسب طبی می آیند.
بله واقعا هم درست است، چون امروز به نظر می رسد بیشتری دانشجویانی که از خارج کشور به تاجیکستان برای تحصیل کردن می آیند بیشتری آنها در رشته طب تحصیل می کنند و اینجا اینچنین حضور دارند دانشجویان از کشورهای گوناگون همزمان از کشور ایران. خوب می‌خواستیم اندیشه های شما رو بشنویم. من صادق شاکری هستم از جمهوری اسلامی ایران. همونجور که دوست خوبمون فرمودن کشور تاجیکستان کشور غنی از فرهنگ، تاریخ، تمدن و اندیشه ایران بزرگ بوده. ما در کشور تاجیکستان این فرهنگ مشترک رو می‌بینیم، برای ما مشهوده که تمام مردم تاجیکستان این فرهنگ و تاریخ و یکپارچگی رو و زبان پارسی رو دوست می‌دارن و قابل مشاهده است. تشکر زیاد. خب چی سبب شد که شما محض جمهوری تاجیکستان رو انتخاب نمودید برای تحصیل خود و آمدید امروز در تاجیکستان تحصیل کرده شده؟ با توجه به فرهنگ مشترک، زبان مشترک و نزدیکی به ایران دلیل انتخاب من بوده که جمهوری تاجیکستان انتخاب کردم برای تحصیل. می‌خواستیم یک چند اندیشه های شما را وابسته به مهمان نوازی مردم تاجیکستان شنیده باشیم. ما ریشه تاریخی و ریشه فرهنگی مشترک داریم با جمهوری تاجیکستان و ملت تاجیکستان. برای من در اولین باری که وارد تاجیکستان شدم برخورد کردم با مردم تاجیکستان، با اساتید در دانشگاه، احساس غربتی نکردم، احساس غریبی در این کشور نکردم. ما این رو احساس کردم که در کشور خودم هستم، با مردم خودم و با ملت خودم صحبت میکنم و این مهمان نوازی رو کاملا میشد احساس کرد که ملت تاجیکستان از هموطن خودشون دارن پذیرایی میکنن و این رو من واقعا احساس کردم و بسیار عالی بود برام. فرشته، تاجیکستان کشوری سیاحی است و سیاحان از تمام گوشه و کنارهای جهان به تاجیکستان میآیند. میگفتید که طول چند سالی که در تاجیکستان تحصیل میکنید، در برابر تحصیل کردن کدام موضوعهای زیبای تاجیکستان رو دیدن نمودید؟ تازه به تاجیکستان آمدم و در تاجیکستان باغ‌های ملی تاجیکستان رو بازدید کردم، شهر رو بازدید کردم، فعلا موزه رو بازدید کردم. انشالله در آینده حالا بتونم به سایر شهرها و اینها هم برم و بتونم بازدید بکنم و بسیار زیبا، بسیار دلنشین بوده برام. بینندگان عزیز، اینجا همزمان اشتراک دارند دانشجویان خارجی از کشور هندوستان که آنها در برابر تحصیل نمودند در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا. همزمان مهارت بلند آوازخوانی نیز دارند و اینجا می‌خواستیم از زبان آنها یک سرود زنده با زبان تاجیکی بشنویم. ما مدام یک سرود میخوانم. او افتخار و نصرت ارمان ملت است، ارمان ملت است. فرخنده بخت و حمد و ثناخوان ملت است، ثناخوان ملت است. فرخنده بخت و حمد و ثناخوان ملت است، ثناخوان ملت است. گویان مدام یار و برادر با هم شویم، گویان مدام یار و برادر با هم شویم. ملت وجودی مهن و جان ملت است، او جان ملت است. ملت وجودی مهن و جان ملت است، او جان ملت است، او جان ملت است. ثناخوان ملت است، او جان ملت است، او جان ملت است. ثناخوان ملت است. سپاس میگوییم با شما، سربلند باشید، صدایتان خستگی رو نبیند. واقعا هم ظاهر شنیدن یک سرودی تاجیکی، شنیدن یک سرودی وطن دوستانه از زبان دانشجویان خارجی یک حس وطن دوستی و خودشناسی ما رو باز هم بلند میکند. بله. بینندگان عزیز، عین حال فرصت آن رسیده است که صدای دل این جوانان رو نسبت تاجیکستان بیشتاسا شنیده باشیم. مرحمت. Hello, my name is Siela. I'm from Burundi. It's located in East Africa and known as a heart of Africa because of its shape and location in the continent. And I'm a student here in Tajikistan at Avicenna Tajik State Medical University in the 6th course.
Таджикистан ватани дуюми ман аст. Здравствуйте, я студент с Туркменистана. Столица является Ашхабад. Я учусь уже на протяжении 3 лет в стоматологическом университете. Таджикистан, Кишвари, Афсанавист. Я из Республики Узбекистан. Являюсь студенткой Таджикского государственного университета имени Абу Алей бин Сино. Зовут меня Эркинова Чарос, обучаюсь в 6-м курсе лечебного факультета. Таджикистан, Кишвари, Бехиштосост. My name is Moizali. I am from Islamic Republic of Pakistan. In here, I am studying Avicenna Tajikistan Medical University in 4th year. About Tajikistan, I want to say that Tajikistan Sarzamine Mehman Nawaz. Assalamu alaikum everyone. My name is Abdurrahman Muhammad Al-Qaisi. I am from Yemen. I am a student in Avicenna Medical University in 5th year. تاجیکستان وحدت اوفر. اینجا صحبت ما به انجام میرسد بینندگان عزیز و در انجام صحبت با یک سخن وطن دوستانه شعاری بسیار هم والایی که همیشه ما رو به وطن دوستی و میهم پرستی و دوست داشتن ارزش های ملی دعوت میکند. شعاری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان صحبت خویش را انجام میبخشیم. تاجیکستان به پیش. جان فدا بر راهی پیمان کرده است، صد بیابان را گلستان کرده است. سرزمینی پاره پاره گشته جام کرده تاجیکستان کرده است. سرزمینی پاره پاره گشته رو جام کرده تاجیکستان کرده است. نصرتی ارمانی ملت است، فرخنده بخت و حمد و ثناخوانی ملت است، فرخنده بخت و حمد و ثناخوانی ملت است. وجودی مهن و جان ملت است، میلاد وجودی مهن و جان ملت است، او جان ملت است، او جان ملت است، سرخان ملت است، او جان ملت است، او جان ملت است، سرخان ملت است. چشمی فریبی کس نرسد تا به انتها، از چشمی کچ نگاه نگهبان ملت است. ظلمت شکست و دست مروت دراز کرد، شکری خدا کنه که رحمان ملت است، او جان ملت است، او جان ملت است، رحمان ملت است، او جان ملت است، او جان ملت است،
رحمان ملت است. اندرزی اوست آید دیوالای سرنوشت، جهدش هدایت است که قرآنی ملت است. گنجی صداقت است با کوی مرادی این مردی سربلند بدخشانی او جان ملت است، او جان ملت است، نگهبان ملت است. او جان ملت است، او جان ملت است، نگهبان ملت است. او جان ملت است، او جان ملت است، رحمان ملت است. او جان ملت است، او جان ملت است، رحمان ملت است. او جان ملت است، رحمان ملت است، نگهبان ملت است. در این قسمت برنامه صحبت انجام می‌دهیم با متخصص ساحه تندرستی وابسته به دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، طبیب جراح راهبر طبیبان جوان تاجیکستان باباجان سفرعلیев. با به دست آوردن شرایط مساعد از جانب حکومت مملکت، طبیبان امروز در ساحه تندرستی به کدام کامیابی‌ها نائل گردیدند؟ امروزها در تمام ساحه‌های مختلف مملکت پیشروی‌ها و کامیابی‌های نظر به نظر می‌رسد و خوشبختانه در سال سپری گردیده ساحه تندرستی مملکت با یک قطار دستاوردها و امکانیت‌های نوترینی که جوابگو با طلبات‌های زمان معاصر است و امکانیت می‌دهد که مشکلات‌های ساحه تندرستی حل و فصل گردد در زمینه‌های گوناگون خویش ما نائل گردیدیم. هدف و تطبیق عملی‌سازی استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان را در سمت تندرستی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با قبول گردیدن استراتژی تندرستی مملکت از جانب حکومت کشور که روز تا روز و سال تا سال در برطرف ساختن و حل مشکلات‌های تندرستی کشور این روانه گردیده است، در نواحی کشور برای دسترسی اهالی به امکانیت‌های نوی ساحه تندرستی و شرایط‌های مؤسسه‌های ضروری ساحوی، تکنیک و تجهیزات‌های زمان معاصر و بغیر از این تربیه متخصصان ساحه در خارج کشور. بیننده‌های عزیز، برنامه جشنی صبح تاجیکستان همانا ادامه دارد و مهمان نوبتی ما هستند مطرب باز هم خوشنواز اسکندر طاهرов. سرول شما را خوش آمدید میگیم و همین روز شما، روز نو شما مبارک فرخنده باشد. تشکر زیاد. امروز همین هدیه سبز شما بهره بیننده‌های عزیز ما کدام است؟ امروز یک نوازش با نام майда майда که یک آهنگ تازه ایجاد پیشنهاد میکنم. تماشابینان عزیز، نوازش خوش و دلنشین را از جانب مطرب خوشنواز اسکندر طاهرов با هم تماشا میکنیم. باز هم برنامه جشنی ما با بهترین بخش و گزارش ها و صحبت ها ادامه می‌یابد.
رفتیم تمام تاخ شید گوش کن زفرجان این خودت ناو زن گرفتگی بچه ها که چاقونی اولفتی خرساندی اگر قطعی ما امراه شوی با خوبتر میشه شما کجا هستی؟ میره ما پیشه که همسایه رو میقپیم میکشیم نکنه و چون نکنه بچه و وای نگاه کن مرغا من تخم میکنه تخمی مرغا رو میخوره مرغا چوجه میرونن چوجه های مرغا میخوره برای کشتش شیرای مرا چاپا میکنه اینا دیدی همین قدر پیشه که ضرر رسانه که این قطیمان امراه شد هم سو میگیری رفتیم میقپیم میکشیم نکشش او بولای میکشیم شا نکشش او بولای و چیکار کنیم با این همی زنش بتین خودش میمره بینندگان گرامی ناگفته نماند که برنامه جشنی ما با بهترین بخش و گزارش‌ها و همزمان با اشتراک هنرمندان مشهور جمهوری ادامه دارد واقعا هم ما را همراه باشید و سرود و ترانه های دلنشین رو البته که در برنامه صبح تاجیکستان امروز با هم البته که تماشا نمودیم و پیوسته ما هنرمندان بسیار هم محبوب هنرمندان اصیل رو امروز پیشواز گرفتیم و یکی از هنرمندان بسیار هم اصیل هنرمندی بسیار هم خوش‌آواز محبوب که میان انامین مخلصان خود بسیار معروفیت پیدا نموده است و بینندگان عزیز این لحظه ما راهبری انسامبل آریای کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان محمد رفیع کرامت الله را پیشواز میگیریم. خوش آمدید محمد رفیع کرامت الله مرحمت. سلام عرض میکنیم به شما. خب روزتون بخیر و شادی باشد. سلام به بینندگان تلویزیون تاجیکستان. خب محمد رفیع این سالی که انا سال 2024 بود سپری گردید. خب در انامین ایجادیات شما چی نقش گذاشت؟ تشکر زیاد. هر سال من فکر میکنم که به خودش یک خاصیت خوب دارد. سال گذشته باشد برای من یک سالی پرقرار بود چون من در بسیار چورابینی‌ها چون هر وقت اینا اشتراک کردم چورابینی دولتی کنسرت های دولتی و توانستم که چندین سرودهای نو رو پیشکش مخلصان گردانم و چند کلیپی اون رو با نوار گرفتم پیشکش مخلصان گردانم. یعنی یک سال پرقرار بود یک سال خاطرمند برای شما. البته نقشه ها در سال 2025 چگونه است؟ تشکر زیاد. البته نقشه ها خیلی زیاد هستند آرزوها زیاد هستند. من فکر میکنم که چی کمبودی که در سال گذشته بود من در سال 2025 در سال پیشایند عملی میگردانم و چون گفتم آرزوها زیاد هستند. من فکر میکنم که با آرزوی خود در سال 2025 البته که سال ما است همیشه عملی میشود. خب امروز هر هنرمندی که البته امروز در برنامه جشنی ما تشریف میآورد با یک ارمغان میآید. امروز با کدام ارمغان هنری خود در برنامه صبح تاجیکستان حضور دارید؟ از صنعتکار چی است؟ تنها سرود. بله. یک سرود نو برای کل مخلصان عزیز. ترانه نو با نام دل ندارد این هم باشد ترانه نو است. تازه ایجاد است و برای مخلصان عزیز. خب ما محمد رفیع در انامین ایجادیات هنری شما در سال 2025 باز هم برار و کامیابی های نو و نو را تمنا میکنیم. خب صحنه از شماست. مرحمت. تشکر. سلامت باشید.
قلبی پاره دارد در سینه کی سنگی خوره دارد کیرم با قلبی پاره دارد نمیمانم دیگر پایم در این شهر با دل بیگانگی اشکاره دارد ولی یادی و باقیست نمیدانم کی باقیست نمیدانم چگونه بایدم زیست ولی یادی و باقیست نمیدانم کی باقیست نمیدانم چگونه بایدم زیست یک جوابه چی کاری ناسوابه دل دیوانه امان در عذابه آه عذابه پسوی منزل من اگر کی ره گذارد بگویدش که حیفا دل ندارد ولی یادی و باقیست نمیدانم کی باقیست نمیدانم چگونه بایدم زیست ولی یادی و باقیست نمیدانم کی باقیست نمیدانم چگونه بایدم زیست در سینه کی سنگی خوره دارد کیرم با قلبی پاره دارد در سینه کی سنگی خوره دارد کیرم با قلبی پاره دارد نمیمانم دیگر پایم در شهر با دل بیگانگی اشکاره دارد ولی یادی و باقیست نمیدانم کی باقیست نمیدانم چگونه بایدم زیست ولی یادی و باقیست نمیدانم کی باقیست نمیدانم چگونه